یک افلاس، یک پلید، یک بی ایمان. نگاه کنید تو دوستان از عزیز. تاجیکستان؟ Soğan pişiririz ha. Bismillahirrahmanirrahim. Точно? Не обманешь? ширкати зиёратшоп бо ҳиҷома ва доруҳои гиёҳӣ аз ҷумла табобати гаймарид дар шаҳри Москва дар хизмати шумо аст. Шумо метавонед худи ҳозир фармоиш диҳед тамоми доруҳои гиёҳӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон. Барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи навор аст муроҷиат намоед. Табиат табобат аст. من راستی در این گونه شخصا جواب دادن هم نمیخواستم، لیکن دلم برای شما برادرای عزیز میسوزه. چه مادر تاجیک، دختر تاجیک فریفته این گونه جادوگرها شده، از این قدر مبلغ کلان صرف کرده به دیگر کشور میروه، تمام بدن او را میقپه. ای برادر، ای خواهر، ای مادر، نه هر کس قرآن بخونه پاک است. اگر این قدرت شفا دادن را میداشت، چی به خلاف گفته خدا و پیغمبرش کرده است؟ دست به تمام بدن شما رسانده است. باور کنید جن‌هایی را در بدنتان میاندازد که یک مدت او درد شما را خاموش میکند، لیکن یک عمر شما را بیمار و رنج و عذاب بالاتان میبیارد. با این قدر فند و فریب این مبلغ کار کرده است. کنی غیرت تاجیکیمون، کنی ناموس تاجیکیمون، کنی فرهنگ مدنیت تاجیکیمون. و تاجیک این قدر گمراه نیست آخر. چرا برادرای عزیز مادرها را نگاه نمی‌دارید نزد این گونه جادوگرا رفته هزار جای اونها را میقپد و ناموستان در که جای دیگر. خدا را شکر که در وطن ما این گونه شخصا را جاشون پس پنجره است، لیکن اینا را بوده محکم کردن در اینجا مردم فریفته باز دیگر جایها شده. نخواه که دست بقپه تا شفا بیابی. او جین است برادر، جین است. از همه شما احترامونه خواهش میکنیم نوار را به تمام مادران و خواهران و برادران روان کنیم تا فریفته این گونه شخصا نشوند، تا این ملت، تا این مادرها را، تا این برادرها را از فریفته این گونه شخصا ما و شما نجات بدهیم. خدا نگهبانتان باشد. در این گونه جادوگرها، در این گونه شیطانها هیچ وقت باور نکنید. سلام علیکم.